خدا حسین یه جوی کار دید چی روزه منو گرفت منو یه جا زندانی کن منو آقایون خانما اومدیم گیم فازموفوبیا با برابچه گل حسین آقای دوست داشتنی، یکی از خوبای اسطورا آقا نیما. خودتون معرفی کنین آقا. حسین بچه ها ساکت نبود. سلام، من حسین هستم، اینم نیماست. سلام بچه ها، من نیما هستم، اینم حسین. به چقدر معرفیتون خوب. خب برابچ امیدوارم از ویدیو امشب خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید، یه کامنت زیبا هم برامون بذارید. اگر هم دوست دارید پارت 2 ویدیو هم بذارید، تو کامنت ها بهمون بگید. آقا نیما لسکو استعلام میگیرن چیه قصه؟ اول من با انتخاب بکنیم بریم مپ چانگلی ریزی کنم؟ آه ریزی کردم حسین آقا ریزی کنم. خب آقایی از الان بهتون بگم که من یکی که اصلا نمیتونستم. بذارید من کامل بهتون توضیح بدم. آقا نیما بفهمید توضیح بدید. داره میگه اول باید نوع روحه رو شناسایی کنیم، چه نوع روحیه. نوشته که سنیتیوم اگه زیر 25% خانه میگه اگه بتونیم از روح عکس بگیریم خیلی پوینت زیادی داره. من از یه جا دیگه هم میتونم عکس بگیرم اونجا که خیلی خوبه هم یه فلش لایت میگیرم پیگاس بزنم داشت باز نمیشستم. دفتر شبک چی کار ما میده؟ میتونی باش مشقات بنویسی جواب. خندیدیم. بیم این بررسی حالا بسته چی باز نمیشه. ببینیم کجایی؟ دوربین چی؟ شب بارونی و آقوسین. بچه ها حرفه ای. حسین اومدیم خونه تو اینگاه. گم شد. جاشون چربات دوست داشته. برقا روشن کنی. برقا باید این فکر کنم پیوز بدیم بالا. بیدی نمیتونم بردارم. اینا چیه؟ جیبیم بگیره. اینا چی شد؟ برق خاموش کردی تو؟ کی برق خاموش کرد؟ تو برق خاموش کردی حسین؟ این چیه؟ چکش با همین چکش میزم تو سرش. بیاین بالا بیاین. Hello, can you hear me? کجایی تو؟ Can you hear me? کجا پارکینگ؟ چی شد؟ آقا اینجا چند اتاق؟ بیا اتاقه حسین بیا. بچه اونجا خاموش شد. شیلا باز کردم. دوش هم باز کردم. به دوش بگین داشت. حسین بیا اول تو بپر. چه خبری نیست. مطمئن میده روح داره که بزن داره چیه؟ اوه میشه قایم شد؟ و جالب شد. خدا خیلی خدا یه وقت نگفت از یه ساعتی به بعد احضار میشه داشت؟ Hello, can you hear me? میگه یک اینجا داشت. برقا کلا خاموش شد. روشنش کن دیوانه. What do you feel?
دیود بریده درستش کرد برو اتاقه نرسیم اتاقه نرسیم برو. پلوکنی فکر کنم از این ساعتی به بعد داداش بکنم یارو بیاد دماش رو 20. بچه جی رو کیبوردتون بزنیم خب هر سرنخی داشتیم اینجا علامت بزنیم عکس جوونی بابای حسین تلویزیون چه ای ای بقالم هست امیف 3 امیف 4 چهار شد بیا کجایی؟ وسط حاله EMF 4 ها امیف دما اینجا همین وسطه دفتر نقاشی رو بنداز همینجا ببین چیزی می‌نویسی یا نه دفتر نقاشی دما خیلی پایینه اینجا دما خیلی پایینه اوکی دما نگاه معمولیش 20 بود الان رفته رو 5 الان داره میره پایین تر زدم دما داره میره صفر داره منفی میشه پلوکنی خدا حسین یه کار اینجا امیف نیست جا اوه امیف 4 امیف 3 و نیم میاو نگا این چیه رو زمین چی بود رو زمین منو گرفت مردم منو برد رو تو گرفت منو یه جا زندانی که من خورد من زندم که من جلو تو نیستم مگه کجایی؟ من مردم روح شدم روح هم الان اینجا تو اتاقه دیگه اومد امیف 4 5 تو گرفت مرد چی بود؟ هنتون سرویس خوب روحه رو علامت نزدی که منگل بابای من باید انتخاب چی کنیم بود؟ مپ دیگه نمیتونیم بریم ما اصلا نگاه کن خب نوع روحا رو نمیشناسیم که حتی بخوایم تعیین کنیم راست میگه اینا مثل یک یاروی بود زمین حرکت میکرد سلام زنده همین اول کاری هم برم قشنگ چی بود؟ شیر آبه پا نمیشه اما یکم کمه اینجا Can you write this number کجا رفتی؟ کی دیسکانکت شد خودت A few minutes later. این بی بود اینا برقا در قطعه هست برقا قطع شد ایمه 5 بیا بریم اینجاست نیما سلام لباسای حسین رودا چک کن ببینیم ایمه فچور صدا میاد چراغات یکی ایمه فچور در بس لو چه بودش اوه حسین بچه رو این کی اندو؟ بستی عزیزم چرا درار بستی؟ نور ماورا بنفشه بیا درار بستی من این روح شکل شبیه یکی دیگه شده اوبک میتونه شبیه یکی دیگه بشه کردن این اتاقه در بر ای بچه هست حسین دیگه میگرفت کمک کن حسین گرفت اوه آتی زندان آقا من نیما بیا داداش بده کن این بازی نداداش تو این بازی قابلیت به جن هم قفله
باقی سلام. دوش نیت شما خرابی نیت من خرابی.